تا حالا شده وسط خرید عطر حس کنین گیج شدین؟ مثلا یه پرفیوم یا ادو پرفیوم کنار هم هستن و شما نمیدونین کدومشون برای شما مناسب تره. یا وقتی یه رایحه جدید رو پوستتون میزنید حس میکنید بوش زود میره یا خیلی طول میکشه که بوش جا بیفته. اصلا چرا یه بو رو تو لباس و تن دیگه دوست دارین ولی همون عطر رو لباس شما یه بو دیگه داره؟ عطرهای پاییز و تابستون چی هن؟ اصلا عطر از کجا اومده؟ بریم با هم یه بار برای همیشه این داستان فرق بین عطر و اتکلون رو ببندیم. با ما همراه باشین تا به جذابترین محصول آرایشی بپردازیم. سلام بچه‌ها، به کانال فکتوپیا خوش اومدین. ممنون میشم ما رو با لایک و سابسکرایبتون حمایت کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی ما رو از دست ندین. بریم با هم سفر کنیم به هزاران سال قبل. راستش عطرها فقط رایحه نیستن. هر کدوم داستانی دارن که به هزاران سال قبل به مصر و روم باستان برمیگردن. جایی که مردم برای اولین بار کشف کردن چطور میشه از گلها و گیاهان و ادویه‌ها عطر ساخت. مصریای باستان از روغن‌های معطر برای مراسم مذهبیشون استفاده می‌کردن و رومی‌ها با اسانس گیاهان و گلها در حمام‌ها رایحه‌ها رو وارد زندگی روزمره کردن. قرن‌ها بعد سفر عطرهای مدرن به اروپا رسید، جایی که شیمی و هنر با هم ترکیب شدن. تو قرن 18 مردی به نام ژان ماری فارنا اولین عطرهای مدرن رو ساخت، ترکیبی از اسانس طبیعی و تکنیک‌های تخدیر که پایه تمام عطرهایی شد که امروز میشناسیم. انتخاب عطر مناسب میتونه تجربه لذت بخش اما چالش برانگیز باشه. تنوع برندها، رایحه‌ها و انواع مختلف عطر تو بازار گاهی انتخاب رو دشوار میکنه. تو این میون غلظت اسانس نقش کلیدی تو تمایز عطرها داره و به طور مستقیم تو ماندگاری، پخش بو و قیمت اون اثر میذاره. در دنیای عطرها 4 نوع دسته اصلی وجود داره. عطر همون پرفیوم با غلظت اسانس 20 تا 40%، ماندگارترین و قوی‌ترین رایحه رو ارائه میده. پرفیوم ها به طور معمول برای مناسبت های خاص و شبانه استفاده میشن. ادو پرفیوم غلظت اسانس بین 15 تا 20% هستش و از موندگاری و پخش بوی قابل قبولی برخورداره. ادو پرفیوم ها رایحه قوی و اغوا کننده دارن و برای استفاده روزانه هم مناسبن. ادو تویلت حامل 5 تا 15% اسانسه. رایحه ادو تویلت ها ملایمتر و شادابتر از پرفیوم و ادو پرفیومه و برای استفاده روزمره ایدئال هستش. اتکلون کمترین غلظت اسانس رو داره، بین 2 تا 4% و به همین دلیل رایحه بسیار سبک و زودگذر داره. اتکلون ها معمولا برای آقایون استفاده میشه و برای فصول گرمسار مناسبه. علاوه بر غلظت اسانس، نوع الکل و مواد تشکیل دهنده دیگه هم بر بوی نهایی عطر تأثیر میذاره. به طور کلی توی پرفیوم ها از الکل با کیفیت‌تر و مواد طبیعی بیشتری نسبت به اتکلون ها استفاده میکنن. حالا چه عطری مناسب ماست؟ انتخاب نوع عطر مناسب به سلیقه شخصی، نیازها و موقعیت شما بستگی داره. اگه به دنبال عطری موندگار و قوی هستین، پرفیوم یا ادو پرفیوم رو انتخاب کنین. برای استفاده روزانه ادو تویلت یا اتکلون با رایحه ملایمتر مناسبه. به نوت‌های بویایی عطر هم باید توجه کنید. عطری رو انتخاب کنید که با سلیقه شما مطابقت داشته باشه. در نظر داشته باشید که عوامل مختلفی مثل نوع پوست، دمای هوا و فعالیت بدنی میتونه تو موندگاری و پخش بوی عطر تأثیر داشته باشه. حالا موندگاری و پخش بو چطوریه؟ موندگاری به مدت زمانی که عطر روی پوست شما قابل استشمام باشه اشاره میکنه و به طور کلی عطرها با غلظت اسانس بالاتر موندگاری بیشتری دارن. پخش بو به میزان انتشار رایحه عطر در فضای اطراف شما اشاره داره. عطرهایی که پخش بوی بالایی دارن در فواصل دورتر نیز قابل استشمامن. حالا رایحه های مختلف و محبوب کدومن؟ به خاطر تنوع رایحه ها انتخاب عطر مناسب گاهی خیلی سخت میشه. تو این میون شناخت رایحه های محبوب میتونه ما رو تو انتخاب عطر مناسب راهنمایی کنه. رایحه های محبوب رو میتونیم به 5 دسته تقسیم بکنیم. رایحه های گلدار. این رایحه ها از گل های مختلف مثل رز، یاس، مریم، زنبق و بنفشه استخراج میشن.
رایحه‌های گلدار بیشتر زنانه و رمانتیک هستند و برای مناسبت‌های خاص و استفاده‌های روزانه مناسبن. ادو پرفیوم و ادو تویلت ها با رایحه گلدار جز محبوب ترین انواع عطرها در بین خانوم ها هستند. رایحه های چوبی: این رایحه ها از چوب درختان مختلف مثل صندل، سدر، بلوط و خسخس استخراج میشن. رایحه های چوبی گرم و مردونن و برای استفاده در فصل های سرد سال مناسبن. ادو پرفیوم و پرفیوم با رایحه های چوبی جز محبوب ترین عطرها بین آقایانن. رایحه های مرکباتی: این رایحه ها از میوه های مرکبات مثل پرتقال، لیمو، نارنگی و گریپفروت استخراج میشن. رایحه های مرکباتی شاداب و خنکند و برای استفاده در فصل های گرم سال و فعالیت ورزشی مناسبند. ادو تویلت و اتکلون با رایحه های مرکباتی جز محبوب ترین انواع عطرها برای استفاده روزانه هستند. رایحه های شرقی: این رایحه ها از ادویه ها، رزین ها و گیاهان معطر مثل وانیل، دارچین، مشک و عنبر و کندر استخراج میشن. رایحه های شرقی گرم، تند و اغوا کنندن و برای مناسبت های خاص و شبها مناسب هستند. پرفیوم و ادو پرفیوم با رایحه های شرقی جزو محبوب ترین انواع عطرها برای افراد خاص پسند هستند. رایحه های میوه‌ای: این رایحه ها از میوه های مختلف مثل سیب، هلو، توت فرنگی، گیلاس و انگور استخراج میشن. رایحه های میوه‌ای شیرین و دلنشینن و برای استفاده روزانه و مناسبت های شاد بهترینن. ادو تویلت و اتکلون با رایحه میوه‌ای جز محبوب ترین انواع عطرها برای نوجوانان و جوانان هستند. به این موضوع توجه کنید که معمولاً عطرها از 3 نوت تشکیل شدن: نوت بالا، نوت قلب و نوت پایه. نوت بالا اولین بویی هستش که حس می‌کنید. نوت قلب بعد از چند دقیقه ظاهر میشه و نوت پایه همون بوییه که ساعت‌ها رو پوستتون میمونه. پس حتما موقع خرید عطر بپرسین نوت پایه‌اش چیه، چون اون بوییه که بقیه رو تنتون حس می‌کنن. اگه به دنبال عطری هستین که احساس شادابی و تراوت به شما بده، رایحه های مرکباتی یا میوه‌ای رو انتخاب کنید که برای فصل بهار و تابستون مناسب ترینه. اگه به دنبال عطری هستید که احساس گرمی و صمیمیت به شما بده، رایحه های چوبی و شرقی خیلی انتخاب درستیه و تو فصل پاییز و زمستون میتونه بهترین گزینه‌تون باشه. اگه به دنبال عطری هستید که احساس زنانگی و لطافت به شما بده، رایحه گلدار رو انتخاب کنید. حالا سلیقه و موقعیت زمان و مکانی چه نقشی تو انتخاب عطرمون داره؟ سلیقه قطب نمای اصلی ماست. اولین قدم تو انتخاب عطر شناخت سلیقه شخصیمونه. آیا از رایحه‌های مختلف لذت میبرین؟ رایحه‌های گرم و تند رو دوست دارید یا خنک و مرکباتی؟ دوست دارین حس زنانگیتون پررنگ‌تر کنید یا قدرت و اعتماد به نفستون رو به رخ بکشید؟ جواب هر کدوم اینا میتونه کمکی باشه تو خرید عطر مناسبتون. موقعیت زمانی و مکانی چه نقشی داره؟ عطر انتخابی شما باید با موقعیت و شرایطی که تو اون قرار دارین همخونی داشته باشه. شما نمیتونین عطری که توی مهمونی شبونه انتخاب میکنید با عطری که برای محل کار یا فعالیت ورزشی استفاده میکنید یکی باشه. برای مناسبت‌های خاص و شب‌ها میتونید از عطرهای با رایحه‌های گرم، تند و اغوا کننده مثل پرفیوم و ادو پرفیوم‌های شرقی یا چوبی استفاده کنید. برای استفاده روزانه عطرهایی با رایحه‌های ملایم‌تر و شاداب‌تر مثل ادو تویلت‌ها و اتکلون‌های مرکباتی یا گلدار مناسبند. در هنگام فعالیت‌های ورزشی به علت تعرق زیاد بهتر از عطرهایی با رایحه‌های خنک و ورزشی استفاده بشه. چند تا نکته که موقع زدن عطر باید رعایت کنید. عطرها رو روی نقاط نبضدار بدن خودتون اسپری کنید. این نقطه‌ها گرمتر هستند و به انتشار بوی عطر کمک میکنن. عطرها رو روی لباس‌ها اسپری نکنید چون ممکنه الکل اون باعث آسیب به الیاف لباس بشه. عطرها رو در جای خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگه دارید چون گرما و نور میتونه به کیفیت عطر شما لطمه بزنه. حالا که با این ماده جذاب بیشتر آشنا شدین، شما بگین کدوم رایحه رو بیشتر دوست دارین؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراه ما بودین. با لایک و سابسکرایباتون بهمون انرژی بدین تا انگیزه‌ای بشه برای ویدیوهای بعدیمون.